کشور کامرانشاه استوبریون دو قهرمان آسیا در گشتن جودو و برنده مدال برنجی بازی‌های المپی پاریس 2024 تیمور رحیموف. انا این اولوغبک رحیموف که کارگردان هم این مدعا این دو چهره را پای هم منظور ما کردن و استقبال میگیریم. اکنون هر دو ورزشگری نامی و ممتاز تاجیکستان اولوغبک و اسرائیل رحیموف را اولوغبک رحیموف اسرائیل رحیموف بله در یک ماه دو بار به فینال مسابقات باشگاه جمهوریوی راه یافتند اولوغبک و اسرائیل رحیموف ها. اما این کاملا دیگر رحیموف است. این از ناحیه خراسان اسرائیل رحیموف و اولوغبک رحیموف از ناحیه رودکی. در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به کورش هر دو به مرحله نهایی رفتند و آنجا اولوغبک دست بالا شده بود. با امروز در مقابل یک تن از پهلوانان ناماشنای وزن تا 100 کیلوگرم اسرائیل رحیموف چی کارا اولوغبک به انجام میرساند. ورزشگر سوقدی رو بسیار با یک تاکتیکی غیر چشم داشت، یک حلوک کرد، حلوک بیرونه. مهراب جان زود داره. اوی انا این کاری دیگر بدن دیدید که بسیار پایزنی خوب و ملکه والا دارد. اولوغبک در یک سال اخیر من فکر میکنم از آن جهت کسبیتش فرق کننده شد که بیشتر با تیمور کار میکند. تمرین اولوغبک توسط تکمیل هنر همین تیمور سایقلی است. اگر ما 2 سال پیش در باب فتووت و نیروسنجی و نتیجه های بهتری اولوغبک حرف زنیم مشکلی میکشیم. یعنی کم بودن اون صحفاتی که ما رو اینجا هم از معلومات های زیاد برخوردار سازد. وقتی که تیمور در یک تالار با هم بهروز عبدالرحمنوف با این چهره ها، با شریف نظریف، با فیضعلی یخشیبکوف، چند تن از پهلوانان گران وزن دیگر تمرین ها را پیوسته به تدریج تحت رهبری سهراب عبدالرحمنوف ادامه داد. الکی تأثیری نیکی تمرین های برنده مدال برنجی بازی های المپی با کاری اولوغبک خیلی خوب رسید و سهراب رو هم اینجا یک لحظه کارگردان منظور کردن و عرض تشکر میگویم از این لحظه هایی که خیلی هم جزئیاتی الهیده دارن و کارگردانی ما هم در این مورد سلطان این چهره ها رو پیدا میسازن. بسیار هم متن با نوار توأم شد. معلومات ها هم صحیح و خیلی مشخص گردیدند. پایزنی اولوغبک پشتی پا پیش پا دادن، حرکت هایش خیلی خوب. این نکته رو من بررسی دیروز در نیروسنجی دلشاد مسحاقوف بسیار خوب مشاهده کردم. مسحاقوف هم در مرحله نهایی وزن 71 کیلو محمد عیسی رجبوف را شکست داد. همین پایزنی حرکت های خوبی جوانی که دیروز کشف شد بسیار هم دلهای مخلصان را به وجه آورد. گشتین بسیار خوب گرفت از جهت کسبیت، استفاده حرکت و مخصوصا در همین حالت راست بودن و مخصوصا پایزنی هایی که خیلی سطح عالی تیمور حالا هم دلپور نیست.
اندکی هیجان حالت حساس او را فرا گرفت. انا این لحظه که بدن پهلو را از دست می‌دهد. هرچی میگوییم ما دیده و دانسته میگوییم. مجبور است از جایش خیزد، توصیه دیگر دهد. بدن داشت امتیاز اول اولوغبек و اکنون اسرائیل رحیمов هم از فرصت خوبتر مناسب استفاده کرد، امتیاز رو افزون کرد. اوه بسیار لحظه مناسب. اگر حالا بدن اولوغبек رو از این ورتر رها نمی کند. 1 و 2 و 3 و حتی 4 در صورت 5 بدن گرفتن الکی تفاوت امتیازها به میان می آید. اگر پهلو با امتیاز دوم را گیرد آنگاه بدنش امتیاز بدن او را از این حالت رها می کند. حرکت کردن در کار است. تیمور اشاره می کند. رجوع پهلوانان اکنون در دقیقه آخرین بیشتر می شود. فشار آوری را ببینید که هر دو دستی اولوغبek را اسرائیل رحیمов خیلی کوتاه قپیده است. نمیگذارد که فشار حرکت کند، عملی را انجام دهد. بله کشیده از این حالت خود را باید رها کند و حمله دیگر را با ید شروع نماید. اولوغبek امتیازی بدن را هم اکنون اسرائیل گرفت. مشکل شد برای اولوغبek، خیلی مشکل شد. هم از جهت صفت امتیازها هم از جهت حرکت هایی که حالا میبینیم اسرائیل اندکی افضل تر شده. شاید آگاهی گیرد. حالا کمربندش رو به ترتیب می درآورد. خلعت باید در بله کمربند از بالا باید باشد که مناسب و موافق باشد برای قپیدن حریف. این یک تقاضای وقت انجام یافت. اسرائیل رحیمov باید پرتافت پهلویش در این دور ظفر می‌یابد در وزن تا 95 کیلو و در یک ماه هر دو در 2 دوره نهایی چمپیونات مملکت اوید به کورش و گشتنگیری و خوردن نتیجه ها برابر شد. در کورش اولوغبek ظفر یافت و در گشتنگیری اسرائیل رحیمov.